اگر بالای 50 سال دارید و احساس می‌کنید میل جنسیتون مثل قبل نیست، ممکنه مشکل از سن شما نباشه، بلکه از غذاهایی باشه که هر روز می‌خورید. در این ویدئو 10 اشتباه غذایی بسیار رایج رو میگیم که به صورت پنهانی میل جنسی سالمندان رو کاهش میده. شماره 3 و شماره 1 خیلی از افراد رو شوکه میکنه. اشتباه شماره 10: مصرف زیاد نان سفید و برنج سفید. نان سفید و برنج سفید خیلی سریع قند خون رو بالا میبرن. این اتفاق باعث خستگی، کاهش انرژی و در دراز مدت کاهش میل جنسی میشه، مخصوصا در سالمندان. جایگزین پیشنهادی نان سبوسدار و برنج قهوه‌ای. اشتباه شماره 9: مصرف بیش از حد قند و شیرینی. قند زیاد دشمن هورمونای جنسیه. باعث افزایش وزن، دیابت و کاهش تستوسترون میشه. متاسفانه خیلی از سالمندان چای شیرین رو بی‌ضرر میدونن. اشتباه شماره 8: نوشابه و نوشیدنی‌های صنعتی. این نوشیدنی‌ها باعث کاهش گردش خون میشن. گردش خون ضعیف یعنی نعوذ ضعیف و میل جنسی کمتر. اشتباه شماره 7: غذاهای سرخ کرده. سیب زمینی سرخ کرده، کتلت، فست فود، چربی‌های ناسالم رگا رو تنگ میکنن و اولین جایی که آسیب میبینه عملکرد جنسیه. اشتباه شماره 6: مصرف زیاد نمک. نمک زیاد فشار خون رو بالا میبره و فشار خون بالا یکی از دلایل اصلی ضعف جنسی در سالمندانه. اشتباه شماره 5: حذف کامل چربی از رژیم غذایی. خیلی‌ها فکر میکنن چربی بده، اما بدن برای ساخت هورمون جنسی به چربی سالم نیاز داره. حذف کامل چربی یعنی کاهش میل جنسی. چربی‌های مفید مثل روغن زیتون، گردو و بادام. اشتباه شماره 4: مصرف زیاد چای پررنگ. چای پررنگ زیاد جذب آهن رو کاهش میده. کمبود آهن یعنی خستگی، بی‌حوصلگی و کاهش تمایل جنسی. اشتباه شماره 3: کم نوشیدن آب. کم آبی بدن باعث کاهش انرژی و کاهش جریان خون میشه. خیلی از سالمندان تشنگی رو حس نمی‌کنن، اما بدنشون خیلی تشنه است. اشتباه شماره 2: مصرف الکل حتی کم. الکل شاید موقتاً حس خوبی بده، اما در بلند مدت هورمونای جنسی رو ضعیف میکنه و باعث اختلال در عملکرد جنسی میشه. و اشتباه شماره 1: بی‌نظمی در وعده‌های غذایی. نخوردن صبحانه، دیر شام خوردن یا حذف وعده‌ها بدن رو دچار استرس هورمونی میکنه و میل جنسی اولین چیزیه که افت میکنه. سن بالا به معنای پایان میل جنسی نیست. با اصلاح همین اشتباهات ساده غذایی میشه کیفیت زندگی و رابطه رو خیلی بهتر کرد. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی مخصوص سلامت سالمندان از دست ندید.